خود از این به کجا مرگ رفته. به به فقط خونه نانه اینجا خوب شده. چه؟ اینه گوسفندا تو تا گندم های کنمه. اشتباه ببخشو. یعنی چی ها؟ اما یا عمومی اینجا همه گوسفندا تو اینجا تو خدا خوب میشی. ماما ببخش خیلی میدونم ماما ببخش. پیاتو تو ریکه که تو خوب شی اینجا. فقط خود همه اینجا گوسفندا ارتکو به داخل گندم خودی خوب میشه اینجا تو ریکه که گوسفند بچرونی خوب شی. ها؟ ببین دیگه تو اینجا نبینو بفهمیدی که خوب شی. خرج کرده میری گوسفندا خور جمع بکنی میبری تا گندم. بده دیگه. بده. چکه توی 20 ظریفی هم پرشه دل ما خون میشه. آی سر دست تو را با دست بگیرم الله و دلدارم که تور من پس بگیرم آی تو او برای منم شکاری الله تو او بر خوردش بگیرم وای ای نازنینم الله بر جا پا گذاریم زمینم هوا که شرشر میکنه میشا که بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه گیلاک منم چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ خسور من گفتم برو که وقت چپول ماما چه میره با خونه خود رفته به کجا بیام من وضعیو تو چه مرد خسور اگزافه گرفتی؟ چه مرد یا نمیکنی؟ اول که ما زنگ میزنیم ماما اکسای زنگ میزنه گوشی تو خاموشه چه دادا بیشتر زنگ زده خاموش نیا گوشی من گل خاطر برق نداره گله بفت مثلا چی بپل شالش هیچ نخورد تو هر چی بپل نی باز انسان خسور تو میگه امروز به هیواز چاپون رفته چاپون مانیه کو چاپون اینا برفته به خموچو بس سراخ رفته به کجا به تفری تو چاپون یا من تیار که تم بیا بریم پاکتال شیرین خوری توزیع کنی پاکتال شیرین خوری توزیع بلیا و تو نمیتونستی نه بابا گفت اگر تو شما بریم و این نگاه پیار ما بسته که بابا ما گفت این نگاه کی بسته که خود کنه گرد دیگه پس بیم مثلا خصوص ما کار دارم من میرم پاکتال میرم شیرین خوری توزیع کنم وقت دیگه دیر میشه محمد نمیتونی آنی خب برو جو پس اینجا تو بس که من میرم تو بالکن تا نمازگاه چپون بیایه اگه چپون نبوده رمر غلطی بیاد به در سالن یلت بره بره آخه برو ما که مثل تو نیم ایله دل عدزی کار امرو نه یکی گم میشه گردن من بعد بازار تا من دیا گرگ پیدا میشه اون مال مرتگه گوسفندا جو مثلا گندما یلا بود بس مرتگه بیام همسایه اینجا به سر ما قره پف میکنم واسه من اینجا سلت کنم باز دل ما بزو بسوخید بفهمیدی برو زودی برو از دست تو یک کار نید دیگه کار پیش میآید و بعد دست یک پریشان هر چیز میزن گوشی تو خاموش میگی چی کوب برو نه میگو خاموش نیه گوله گوشی ما برق نداره گوله میگه خاموشه زودی دیگه شور نخوری از اینجا بابا برو گله میخواد بکارم دور تختی گله میخواد بکارم دور تختی دای گله میخواد بکارم دور تختی
بازار میرم آی برای دختره او سرخومه چی بخرم های میرم بازار میرم چوری برات بخرم های دختر قلبنی صد وای دختر قلبنی. دیلک جان او چیه؟ تو اینو گپ زدن خوری یاد نگیریتی بابا. 2 روز بعد مجلس شینده خویی تو اگه به تا مجلس او بگی که همه دیگه میخندم همه دیگه او عرق مرا پچخ میکنه. نمیگم بگو بله. کی بگو؟ بگو بله. کسی که تو رو صدا کرد بگو بله. دیلک خب شما میگین کسی صدا کرد. خب میگم من کس نیوم. خب نه آخه مگه خسورتونم خب. شما میگین خب کسی. به من او میگی آخی اگه دیگه مردم بپرسن که باز او بگی دیگه چی فرقی میکنه؟ من به جنون نون بگم. گیلک. بله آفرین. خب پاکتو سلطان آمد بگی بردار یک دونه پاکتم بگذارک. خب شابرات اونوری او به اتفاق خانواده. خب این بی اتفاقی نمیشه کنم ما مشاورات بی اتفاق چوب کن تو. خب خود شما گفتیم چیزی بگذارم. بگی ایدی تو خودم. گیلک نگاه همو بنده خدا نوشته کنیم خوبه. چوب کو. آخه آقا جان گفتم همو یک قومان داریم اون هم نوشته کنیم. الان میگه لیست رو بابا نوشته میکنه گپ نباشه. خوبی نگاه به من از اینو بخریدی. ما بخوشته بگی بگذار اینجا. بی اتفاق یا با اتفاق؟ تو کار نداشته باش باز خودم قطعی نشه اینا. بفهمیدی؟ آقا جان مادر ما گفتن همون مادر اصلا میاد شما نره. آه خدا. هر روز عریسی کنه دارم امروز بله این تو داخل کن این رقم دارو جا کن که من نوشته کنم دیده شد. کاکا دین محمد هم خانوادگی یا تو باشه. خب آقا جان بله نگاه مادر اصلا یاد شما نره مادر جان ما گفتم. خیلی خوب ما دو رقم لیست داریم دیگه. این لیست محلی های گپ نزن. یک لیست هم داره که مگر خورزاده خوب بگم که برای به داخل شهر برداره پاک دار ببره توضیح کنه. خب آماده کردی؟ ای خدا من دل خود خوش کردم. دوماد به خود پیدا کردم. من روز نمیتونه یک پاکت هر برداره جا بدا کنه. ای خدا چینگ چی زیاده؟ چینگ سفید آنه سکنی شما آنه غمی نداره و کمکم داخل زیادی باشه. پیش نمیره. کمکم داخل باشه غمی نداره دیگه. ایگه پانیه زود باش مطل نکن. با کتو مثل که معلوم میشه نم کشیده. اول نگاه که اول باز کن. نگاه کن انه یعنی تن چه کار میکنی؟ این بچه بیدی؟ کدو وزیتی بید دیگه گناه منه گپی نبو برم به سرای نمیگم من بوشو سرای نخورده اینا هله خجالت بکش بعد آخه این مگر ایور دارم یک دیگه کدومی که بود ما شاورات به اتفاق خانواده خدا بگم چه کار نکنه تو یک دیگه مگر نمیشه بگذار کنار بود. من زیر ننیشه میکنم شاید عیاد شما بره به اتفاق خانواده هم دوباره نوشته کردم. بیری به در خونه های نفهمیده شد دست با چام نمیدی. گیلک دست با گیلک نیشنام
آخ مرگ میگی او چیه میگم؟ آه بله آفرین بله دست کلونا میدی دست بچه خورد نمیدی فهمیدی؟ هنه 4 تا 5 تا بود 4 تا بود 1 2 3 4 آفرین ها باید بخزی میری دم خونان رو در میزنی کلونا آمدم دست نمیدی فهمیده شد؟ خوب بده دیگه چاش بده که مگر من بخزم برو خورزاده خود برو پیدا کنه که مگر بره کارتا چیز شهر برداره بابا شهر خب بله شما گپینیه بله من از تو انال لازم نکرده باشه حالا برو بخونه برو کار دارم آقا جان. برو بخونه و تو گفتم باشه حالا میرو بکن تو شرف میدم میرو بکن دیگه باشه تو میگم میرو یک دقیقه بس که آقا جان کار دارم. خب آقا سودا مایم بگو. زودی بی من میده شد خب زودی بی کارتا بیاری خب سیکن گیلک جو جو میگم اگه رفتیم به بازار باز از امونایی که رختایی که بگفتم از امونا بستونی خوبه. باز دیده نشه که باز هر چی که مادر شما گفتم میگی خوبه بگم این رختایی که نونزاد من خوش کرده از امونا مایم. ما تو خودی هم میری خوبه اگه آقا جان رو بگذارم خوبه. خوبه این چه کار ندارن دگالی نام خدا از مشودی دیگه چی نمیگذارم اون روز با هتل نرفتیم رستوران نرفتیم چیز خوردیم چی میگن پیزبا خوردیم شورنخود خوردیم چای خوردیم میریم نگاه الهی شکر که باشه همین کل بیلیگه که بتر خوندم خب بسا یک دست رخ هم تو ایده بخندی دیگه رخت خوب خیلی دیخنی خیلی من گردنم اول بشت نیه تو رفتر دل خمایو ایت دنیای عالم دیگه دختر رو به زن شه به مثل پیار و مادرم بمه سیکن گیلک جو آقا جان به شما 2 دست رخت دیدم به دیده نشه که مادر تو باز به خسیس بزی کنه یک دست باز خونه با خدا که 3-4 دست باید بستونی بفهمیدی؟ دلشان باش دیگه با شما برو میشه پیار شما بیار برو گرنه آقا جان بیار خیلی می دیگه ملا دیگه من تو خیلی من مثل برابر 15-16 تا شطور من بیبا بیلا نه برو وزن مینامه خوب خاطری رد کنم گوشنه برم دیگه میچون سیکن یک نون خونه همون دیگه دم در بکسیش همون برده بپره خوبه همرو بسکای نون قاقه گذاشته من رسی چیزی که با تو رو دارم برم باشه کارتار نمیشت برم توضیح کنم بیا کارتار میبرم بارش کنم خوبه همون نون آنوار داری ببری خوبه من دم در گذاشتم خوبه کجا بودی ماما جان؟ خوی بخیر سلامتی چه خوشی خوب شورتور دیدم ماما جان هم یک زحمت بکش فوری برو سکله بردار از خونه میری پیزن ماما خو کارتا گذشته میبوری به شهر تقریبا 30-35 تا کارته میری خونه با خونه از خونه همه پشت پاکت اسمان نمیشته کرده یاد تو باشه یک وقتی در سراینا در میدینی دختر بچه ها خورد میان کارتار ندی به دست دختر بچه ها خورد صدا کو که یک کدوم از کلونا بیایم چشم گپ خلاصه ان شاء الله بده ماما جانو بگیر بده زودتر بده خیر بینی بده که بخیر این محفل هر چی زودتر ان شاء الله به خیریت تموم شه که باز قوم خشو گله نکنن که چه کارتا به دست ما نرسیده